وکیل دفاع خانواده عمرعلی نظروف که 2 سال پیش در اداره پلیس سنت پتربورگ در گذشت با انجام تمام مرحله‌های دادگاهی اکنون به دادگاه اروپایی حقوق بشر در شهر استراسبورگ شکایت می‌برد. اولگا سیلینا وکیل دفاع خانواده نظروف که مبارزه‌های 2 ساله‌شان برای به جوابگری کشیدن عاملان مرگ کودک 5 ماهه در یک اداره پلیس شهر سنت پتربورگ به نتیجه انجامید، گفت همکنون راه آنها برای ادامه مبارزه ها برای عدالت در دادگاه اروپایی حقوق بشر باز شد. اولگا سیلینا در صحبت با رادیو آزادی روز 15 آگوست از روسیه گفت هفته گذشته مرحله آخرین بررسی دادگاه های روسیه انجام شد. به اطلاع او دادگاه شهر سنت پتربورگ عریضه نوبتی جبردیده ها برای رد شدن افتتاح پرونده جنایی مرگ کودک در اداره پلیس و هم به جوابگری کشیدن کارمندان اداره مهاجرت را که در جدا کردن کودک از مادر دست داشتند نادیده گرفت. دادگاه شهری گفته است که نسبت شعبه تفتیشاتی ناحیه ادمیرالتسکی کمیته تفتیشات پرونده باز نمی کند. در یک رید خانه به خانه ماموران پلیس و مهاجرت روز 14 اکتبر سال 2015 مادر عمرعلی نظروف زرینه یونوسووا با اتهام نقض مقررات اقامت دستگیر شد. یونوسووا همراه با فرزند 5 ماهش به اداره پلیس آورده شد. بعد چند ساعت جدای از مادر و نگاهبینی در شعبه ملیسا کودک را به شفاخانه بردند و روز دیگر جسدش را به والدان دادند. بعداً مقامات تفتیشاتی روسیه گفتند که عمرعلی نظروف بر اثر بیماری سیرتی فوت است و مقامات انتظامی در مرگ او گناهی ندارند. گذشته از این زرینه یونوسووا را که عمرعلی اولین و یگانه فرزندش بود از روسیه اخراج کردند. مرگ کودک نوزاد و شیرخوار محکومیت‌های زیادی جامعه شهروندی و وکالتدار حقوق کودک برخی مقامات بلندپایه روسیه نظیر رئیس شورای فدراسیون ولنتینا ماتوینکو را به بار آورد. این موضوع در ملاقات رئیس جمهور تاجیکستان امامعلی رحمان و رئیس حکومت روسیه دمیتری مدودوف آخر ماه اکتبر سال 2015 در دوشنبه هم بررسی شد و مدودوف وعده داد که جریان تفتیش پرونده را زیر نظر می‌گیرد. وکیل دفاع خانواده نظروف اولگا سیلینا میگوید قضیه عمرعلی نشان داد که نفوذ امبودسمن در مقابل ساختارهای حفظ حقوق هیچ است. سیلینا افزود تمام جریان بررسی پرونده عمرعلی نظروف در دادگاه غیر عادلانه با تأخیر زیادی بوروکراسی جریان گرفت و در بسیار حالتها جانب جبردیده از صادر شدن حکم دادگاه ناحیوی و شهری از مطبوعات خبردار میشد. سیلینا گفت آنها انتظار دارند دادگاه اروپایی در این قضیه آخرین حکم عادلانه را صادر کرده ساختارهای گناهکار در مرگ طفل را موظف میکند که به خانواده نظروف جبران پولی بپردازند. و گفت دادگاه اروپایی حقوق بشر معمولا پرونده ها را طولانی ولی عادلانه بررسی میکند و در نهایت میتواند روسیه را گناهکار اعلام کرده به جوابگری بکشد. یک پیامد فاجعه بار دیگری پرونده عمرعلی نظروف که طفل در انتظار همسران رستم نظروف و زرینه یونوسووا بود، این افسردگی شدید مادر جوان است که بعد حادثه ها به تاجیکستان برگشته هنوز هم به خود نیامده است. کمیته تفتیشاتی سنت پتربورگ ماه اکتبر سال 2016 گفت بنابر سنجش‌های آنها معلوم شده است که تاثیر بیرونی نمیتوانست سبب مرگ کودک شود. در این نهاد همچنین گفتند که مقامات خدمات مهاجرت و پلیس در این قضیه از صلاحیت خود سوء استفاده نکردند و کودک از کمک طبی کمبودی نداشته است. روسیه به عنوان یک کشور عهده‌دار در برابر دادگاه اروپایی حقوق بشر وظیفه‌دار است که حکم‌های آن را اجرا کند.